بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما والحقني بالصالحين. عرض سلام و ادب دوباره خدمت همراهان عزیز لاتقنت. بخش سوم نشانه‌های کوچک قیامت رو با حدیثی که ویدیوی قبل رو با اون به اتمام رسوندیم پی می‌گیریم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: یأتی علی الناس زمان الصابر فیه علی دینه کالقابض علی الجمر. زمانی فرا میرسه کسی که در دین صبر داشته باشه و به عبارتی بتونه ایمان خودش رو حفظ کنه مثل کسی میمونه که بخواد زغال داغ و برافروخته‌ای رو در دستان خودش نگه داره. امروزه این حدیث کاملا به حقیقت پیوسته. وقتی به اقوام یا همسایه خودتون میگید چرا دختر شما نماز نمیخونه و حجابش رو نمیپوشه، پاسخ میدن هنوز خیلی کوچیکه برای این کارا. ولی برادر من، دختر شما 12 سالشه. اگه الان حجاب و نماز رو به اون آموزش ندی، دیگه 2 سال دیگه کاری از دستت بر نمیاد. خداوند همه ما رو مورد مغفرت خودش قرار بده. خود پدر نشانه ای از قیامته. پدر و دختری توی این ماشین به سمت مقصدی در حرکت بودن. نزدیک این مسجد میرسن و دختر از پدرش میخواد که برای نماز عصر توقف کنه. پدر میگه دخترم فقط 1 ساعت راه مونده، نگران نباش. ولی پدر، هم نمازمون رو سر وقت میخونیم و هم استراحت کوتاهی میکنیم. چه عجله‌ای داری دخترم؟ همونجا نمازمون رو میخونیم. اصرار نکن، وقتش نیست. چند کیلومتر دورتر تصادف شدیدی رخ میده. پدر فوت میکنه و دختر زنده میمونه. آخرین جمله پدر چی بوده؟ چه عجله‌ای داری دخترم؟ همونجا نمازمون رو میخونیم. اصرار نکن، وقتش نیست. افراد دینشون رو به سختی نگه داشتن. حتی اگه ظاهر شبیه مسلمانان باشه، مثل این میمونی که روی زغال داغ راه بری. کافیه یه خورده ریش بذاری یا حجابت کامل باشه. حتی خانواده و دوستانت هم ازت انتقاد میکنن و از دور و برت پراکنده میشن. کافیه از آیه از قرآن یا حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم توی جمع فامیلی حرف بزنه. همه به فکر اینن که سریع بحث رو عوض کنن و به سمت غیبت و حرفای لغو و بیهوده بکشن. این واقعیت امروز جامعه ماست، اما باید به این مسئله اعتقاد قلبی داشته باشیم که رضایت خدا در وهله اول اهمیت داره. اون موقع است که میتونیم در این شرایط دشوار دینمون رو حفظ کنیم. اگه از یه عروسی مختلط دوری کنی که هیچ اصول اخلاقی و دینی در اون رعایت نشده، به تهمت خشک مذهب و متعصب میزنن. گوشی موبایلت رو برمی‌داری و یه چرخ توی اینترنت می‌زنی، پر از تصاویر بی‌حجاب و الگوهای ناهنجار. یه سر به بازار می‌زنی که احتیاجات خونه رو تهیه کنی. تمام کوچه و بازار پر از خانم‌های بی‌حجابه، پر از آقایون گرگ صفتیه که هیچ بویی از انسانیت نبردن. چپ رو می‌بینی حرام، راست رو می‌بینی حرام، سرت رو بالا می‌گیری حرام، سرت رو حتی پایین هم بندازی بازم چشمات به حرام می‌خوره. همونطور که در حدیث ویدیوی قبل اشاره کردیم، امروزه تعداد مسلمانان بسیار زیاد هست، اما مثل کف روی سیل می‌مونیم. سیل خودش خیلی قدرتمنده، همونطور که برنامه اسلام قدرتمندترین برنامه تاریخه. برنامه‌ای که پروردگار برای چنین روزهای دشواری طراحی فرمودند و به ما معرفی کردند. اما مسلمانان امروز مثل کف و حباب‌های روی سیل می‌مونن. بلافاصله محو میشن و هیچ تأثیری ندارن. وقتی یه لیوان نوشابه رو پر کنی، کف اون بلافاصله بالا میاد. بعد از چند ثانیه می‌بینی که لیوان هنوز نصف هم نشده و همش کف بود. وضعیت ما مسلمانان امروز این شکلیه متأسفانه و این نشانه‌ای از قیامته. امروز تمام تلاش ما برای به دست آوردن اهداف کوتاه مدت دنیا صرف میشه. هر کدوم از ما به صورت میانگین 65 سال عمر می‌کنیم. تمام تلاش شب و روز ما برای به دست آوردن اهدافی که در 65 سال نابود میشه، اما هیچ برنامه خاصی برای قیامت خودمون که تا ابد جاودانه است نداریم. یه منزل بزرگ، ماشین آخرین سیستم، بهترین مدل گوشی، بهترین همسر یا شوهر، تحصیلات عالی، تربیت فرزند، سفر به خارج از کشور. به دست آوردن هیچ کدوم از اینها حرام نیست و اگه سخت تلاش کنی امکان پذیر، اما چرا همزمان برای قیامتمون هم سخت تلاش نکنیم؟ تمام آرزوها و تلاش‌های ما در راستای دنیاست متأسفانه. یکی دیگه از نشانه‌های اعجاب آور قیامت که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به اون اشاره فرمودن، نیروهای سرکوبگر پلیس هستند که بدون هیچ دلیلی به مردم بیگناه حمله می‌کنند. یوشک ان طالت بک مدة اوشکت ان ترى قوما یغدون فی سخط الله و یروحون فی لعنته فی ایدیهم مثل اذناب البقر. ابو هریره رضی الله تعالی عنه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت می‌کنند زمانی میرسه که افرادی با شلاق‌هایی به شکل دم گاو رو خواهید دید. این افراد صبح در قهر و غضب پروردگار از خونشون خارج میشن و شب هم در خشم خدا به خونشون برمیگردن. پلیسی که قراره از مردم در برابر ظلم و ستم حمایت کنه، خودش شده عامل سرکوب و ظلم و جفا به مردم.
آخرینش هم فرد بیگناهی که در ایالات متحده زیر زانی و پلیس بیرحم جون خودش را از دست داد. هزاران نمونه از این سالانه رخ میده اما کسی ازش خبردار نیست. در کشور خودمون هم متاسفانه بخش زیادی از پلیس به جای تثبیت امنیت به عامل قتل و کشتار مردم بیگناه تبدیل شده. یکی دیگه از نشانه‌های قیامت برگشت مردم به شرک و بت پرستیه. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به مادرمون عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها می‌فرمایند: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. تا زمانی که دوباره لات و عزی پرستش نشن، شب و روز به پایان نمیرسه و قیامت برپا نمیشه. عایشه رضی الله تعالی عنها از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میپرسند: فکر کردم این آیه از قرآن به حقیقت میپیونده که پروردگار میفرمایند: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. خداست که پیامبر خودش رو به همراه هدایت و دین حق و حقیقت به سمت مردم روانه کرد تا اسلام رو بر تمام ادیان مسلط کنه، هرچند که مشرکان از این مسئله ناخوشنود باشند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پاسخ میدن: انه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من ایمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون الى دين آبائهم. همینطور هم خواهد بود، اما تا زمانی که خداوند مقدر کرده باشه. پس از اون بادی خوش بلند میشه و تمام افرادی که کوچکترین ایمانی در قلبشون دارن از دنیا میرن. کسانی در زمین باقی میمونن که هیچ خیری در اونها نیست و این افراد دوباره به شرک و بت پرستی برمیگردن. هرچند این حدیث بیشتر در خصوص اواخر دنیا و زمانی که تمام مؤمنان و حضرت عیسی علیه السلام فوت میکنن صدق میکنه، اما حقیقت اینه که امروز شرک و بت پرستی به هزار نوع در میان مردم رواج پیدا کرده. در گذشته تعداد بت‌ها محدود بود، اما امروز هزاران بت تراشیده و نتراشیده وجود دارند که مورد پرستش قرار میگیرند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث دیگه میفرمایند: از نشانه‌های قیامت اینه که علم و آگاهی حقیقی از بین میره. جهالت جای اون رو میگیره. زنا و خوردن شراب رایج میشه. مردان از بین میرن و زنان باقی میمونن، به شکلی که برای هر مرد 50 زن وجود خواهد داشت. در خصوص علم و جهالت در قسمتی که قبل صحبت کردیم، اما نوشیدن شراب و روی آوردن به زنا امروز در کشورهای اسلامی و کشور خودمون هم داره از کشورهای غربی سبقت میگیره. در مورد اینکه به ازای هر مرد 50 زن دو دلیل میتونه وجود داشته باشه. اول اینکه مردها در جنگ و نبردی که در آینده پیش میاد کشته میشن. دلیل دوم هم اینه که همین الان هم تعداد مردهای خوب بسیار کاهش پیدا کرده و مرد واقعی رو نمیشه در جامعه پیدا کرد. همین مسئله میتونه بزرگترین عامل زنا در بین مردم باشه. وقتی به ازای هر مرد 50 زن وجود داشته باشه، عفت معنای واقعی خودش رو از دست میده. یکی دیگه از نشانه‌های قیامت میزان بیش از حد طلاق. امروزه درصد طلاق به حدی بالا رفته که خیلی از جوانان جرأت ازدواج کردن ندارن. گاهی اوقات ازدواج 2 نفر به یک ماه هم ختم نمیشه و از هم جدا میشن. مرد به خاطر مهری احمقانه به زندان میفته و زن هم تا آخر عمرش به تنهایی زندگی میکنه. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همچنین میفرمایند: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. زمانی فرا میرسه که مردم براشون مهم نیست مالی که به دست میارن از طریق حلال به دست میاد یا از طریق حرام. بدین ترتیب ربا مثل آب خوردن بین مردم رواج پیدا میکنه و کسایی هم که از ربا دوری میکنن به یه طریقی بالاخره درگیر اون میشن. سیستم بانکداری امروزی بهترین مثال برای این حدیثه. توی دورانی هستیم که گرفتن وام‌های 18% و 20% سود مثل آب خوردن انجام میشه. حتی توی وام‌های به ظاهر بدون بهره هم طوری از شما بهره میگیرن که خودتون ندونید از کجا ضربه خوردید. هر بانکی برای خودش قانونی داره. حلال و حرام معنی خودش رو از دست داده. بذارید یه مثال در این مورد بزنیم. هندوهای اعتقادی دارن که هیچ وقت تا زمانی که زندن گوشت گاو نمیخورن، اما ما مسلمانان به اندازه‌ای که هندوها از خوردن گوشت گاو پرهیز میکنن در مورد حلال و حرام حساس نیستیم. در حالی که ما مسلمان هستیم و باید تسلیم امر پروردگار باشیم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همچنین می‌فرمایند: لا يكونن من امتی اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. در میان مسلمانان افرادی خواهند آمد که زنا و ابریشم و شراب و آلات موسیقی رو حلال می‌کنند. در مورد زنا و شراب که صحبت کردیم، اما بحث ابریشم و آلات موسیقی امروزه خیلی عادی شده، به شکلی که تقریبا همه مسلمانان دارن به موسیقی گوش میدن. بحث موسیقی رو در یک ویدیوی جداگانه به صورت اختصاصی هم توضیح خواهیم داد. به خاطر رضایت پروردگار از خیر موسیقی بگذرید و صوت زیبای قرآن رو جایگزین آن کنید. بحث حریر هم در این حدیث بیشتر مربوط به لباس زنان است. از اونجایی که حریر تنها برای خانم‌ها حلاله، از این حدیث میشه استنباط کرد که آقایون لباس‌های زنانه و رفتار زنانه رو رواج خواهند داد.
چیزی که امروزه به وضوح داریم می‌بینیم. در برخی کشورها بحث ازدواج همجنسگرایی مطرحه. حتی موج شدیدی به راه افتاده و افرادی که همجنسگرایی رو مورد نکوهش قرار بدن با جریمه‌های سنگین روبرو میشن. در برخی کشورها دارن این ایده رو ترویج میدن که همجنسگرایی یک پدیده ذاتی و حتی ژنتیکیه. نه تنها مشکلی نداره بلکه مقابله با این احساس برای روحیات افراد خطرناکه. اگه انسانی در این دوره ایمان قدرتمندی نداشته باشه، بدون شک تسلیم این همه حجمه رسانه‌ای و اراجیف مدعیان آزادی قرار میگیره. مدعیانی که تنها هدفشون نشونه رفتن بنیان خانواده و از بین بردن ارزش‌های انسانی. در مورد موسیقی هم اصلا نیازی به قرآن و سنت ندارید. کافیه متن موسیقی افراد مشهور رو مطالعه کنید. بیشتر اونها در مورد مواد مخدر، مشروبات الکلی، زنان و ارتباط نامشروعه. نسخه‌های محترمانه‌تر و ایرانی هم از این قاعده مستثنا نیستند و بیشترشون کم و بیش از این مسیر پیروی می‌کنند. البته بدون شک همونطور که پروردگار فرمودن در شراب و خمار نفع هم وجود داره، اما شر اونها بسیار بیشتر از نفع اونهاست. موسیقی هم به همین شکله. شکی نیست که در برخی انواع موسیقی خیر هم وجود داره، اما بهتر نیست که برای رضای خدا کلا دور اون رو خط بکشیم و با صوت زیبا و دلنشین قرآن جایگزین کنیم. اگه قرآن که کلام پروردگار نتونه به شما آرامش بده، شک نکنید هیچ چیز دیگه‌ای هم نمیتونه. اگه ذکر پروردگار نتونه قلب شما رو آرامش ببخشه، موسیقی هم نمیتونه. خودمون رو با دلایل و بهانه‌های واهی گول نزنیم. بهتون قول میدم همونطور که ممکنه در حالت سجده و در مسجد فوت کنیم، ممکنه در حالت گوش دادن به یه خوانندگی مستهجن و آهنگ کثیف اون که داره توی گوشمون میخونه هم فوت کنیم. چه تضمینی هست لحظه‌ای که در حال گوش دادن به موسیقی هستیم از دنیا نریم؟ بهتر نیست این صدا رو با قرآن جایگزین کنیم؟ امروز ما نمیتونیم صدای سخیف یک شخص از خدا بیخبر رو برای رضایت پروردگار قربانی کنیم، اما روز عید قربان که میشه همه در مورد قربانی کردن برای رضای خدا و ابراهیم علیه السلام و سختی‌های زندگی اون بزرگوار صحبت میکنیم. در اینجا به پایان بخش سوم نشانه‌های کوچک قیامت رسیدیم. به امید خدا بخش بعدی که قسمت آخر هست رو با یکی دیگه از نشانه‌های قیامت که به مساجد مربوط میشه دنبال خواهیم کرد. بله، مساجد و خانه‌های خدا هم از فتنه‌های آخرالزمان مسئول نیستند. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طلب دعای خیر، خدایا رو نگهدارید. لا تقنطوا من رحمة الله